کشاورزی سلام به ناحیه خوشمنظر خوالینگ خوش آمدید. جایی که عجب دیار نازنین خوالینگ روی یک لوحه نوشته شده است و این رو هم روی تصویری ما از فضا نیز مشاهده می‌فرمایید. مکانی که در آستانه یکی از فصل‌های زیبای سال، فصل زیبای بهار، یک مسابقات جذاب و دیدنی را میزبانی کرد با توجه بی‌واسطه دستاندرکاران ابرمردان این سرزمین. این هم مسابقه اسب دوانی ناحیه خوالینگ، جایی که بهترین اسبان از گوشه و کنار جمهوری و اینجا جمع آمدند تا برای به دست آوردن جایزه ها و همچنین عنوان های چمپیونی در این مسابقات مبارزه برند. با پایگاه یکم توجه میکنیم، جایی که 6 اسب نامنوشته شده است. اینها رقابت را شروع خواهند کرد و این هم تک آغاز است. مسافت 2000 متر را تشکیل میدهد. زادهای گوناگون اسبان هنرنمایی میکنند. یادآور میشویم که با شماره 1 در پایگاه اول اسب جران هست که سیمومین کریموف آن را اداره میکند. با شماره 2 شمال هست که آن را ارکین قواندیکوف چابک سوار خواهد بود و شریف لقب اسبی که با شماره 3 در اینجا هنرنمایی خواهد کرد و او را رمضان امام علی اداره خواهد کرد. به همین ترتیب با شماره 4 براق هنرنمایی میکند که اسب حاجی ابراهیم هست و با شماره 5 باشد گورگی خوالینگ اسب از صادق سیدعلیف می باشد. با شماره 6 باشد اسب با لقب کوبرا از اولیموف سهراب هست. به همین ترتیب دوستان عزیز، همانطور که روی تصویر مشاهده فرمودید، بیشتر از تصویر فضایی که به اصطلاح با درون یا همان کوپترهای ویژه تصویر برداری روی لنتای فیلم ما آمدند، مشاهده می‌فرماییم که چگونه پیشتازان هنرنمایی میکنند. به همین ترتیب این هم آخری پایگاه است و با شماره 4 اسب براق است که نخستین شده و خط پایان نزدیک می شود و این هم تصاویر فضایی ولی از همان لنتایی که در خط پایان نصب شده است تا جای می هراسد اسب. اگرچه عادت ندارد ولی چابک سوار او را مجبور میکند چون پیشتاز بود بگذرد. به همین ترتیب دویمین شده و خط پایان اسب با لقب کوبرا میرسد و سیومین شده مسافه 2000 متر اسب با لقب جرا میپایماند. به همین ترتیب مراسم تقدیم جوایز یا جایزه ها هست که تحفه ها از سوی دستاندرکاران مسابقات به غالبان تقدیم میشوند. یادآور میشم که بهترین تحفه ها از قبیل تلویزور، یخدان و دیگر تحفه های عالی به چابک سواران تقدیم کرده شد. بعد پایگاه دیگر، پایگاه دوم توجه میکنیم، جایی که اینجا نیز 6 اسب رقابت میکنند. صدای آغاز بخش رقابت هم شنیده شد. یادآور میشم که با شماره 1 اسب با تخلص شناسنام، با شماره 2 اسب با تخلص لوجیم، با شماره 3 اسب با تخلص کرنگ سربلند، با شماره 4 اسب با تخلص کرنگ، با شماره 5 اسب با تخلص دروغ، با شماره 6 اسب با تخلص قزل رقابت را شروع کردند. مسافه همانطور که گفتیم 2000 متر را تشکیل میدهد، یعنی 2 کیلومتر به تعبیر دیگر و بهترین اسب ها از مناطق گرد و اطراف جمع آمدند تا در این مسابقات جمهوری هنرنمایی کنند و بهترین نتیجه در پایگاه اول 2 دقیقه و 25 ثانیه بود که به نام اسب و تخلص براق نوشته شد و همانطور که دستاندرکاران مسابقات گفتند، یعنی بعد از انجام هر دور باز قرار است که یک دور دیگر برای به دست آوردن شاه جایزه رقابت صورت بگیرد، جایی که بهترین تحفه ها برای غالبان
تأسیس داده شدند و به همین ترتیب 6 اسبی که در پایگاه دوم هم هنرنمایی میکردند به خط پایانی نزدیک میشن. این هم آخرین شبه که اکنون اسبها قرار است که آن را بپیمایند و به خط مرا برسند. به همین ترتیب اسب با شماره 3 بود که در حالی که اسب پیشتاز نتوانست به خط پایان برسد، انا همین اسبی که از اول یکم بود با شماره 2 این لاجین بود اما نتوانست به خط پایان برسد و بالاخره آنه که از همون لنت یا مره گذشت از خط پایان اسب با تخلص کرنگ سربلند بود و به همین ترتیب شماره دوم چهارمین شده به خط پایان میرسد. شماره پنجم دروغ باشد زینه دوم را اشغال میکند و شماره چهارم اسب با تخلص کرنگ زینه سیوم را اشغال میکند و کرنگ سربلند با زینه اول که شرفیاب شد این چهره او را هنر اداره میکرد، یعنی جمعخان سعیدوف یکی از سابقه دارترین چابک سواران در این مسابقات بود. با پایگاه سیوم میرویم دوستان عزیز، جایی که باز 6 اسب دیگر قرار است که هنرنمایی کنند با شماره 1 استانبول، شماره 2 تروخ، با شماره 3 کرنگ، با شماره 4 سمند خطلان، با شماره 5 قیزیل اوریا، با شماره 6 رقمی 1 هنرنمایی میکنند. این هم تکاغاز است، یعنی همون خطی به تعبیر استارت. این هم تصاویری بالایی و از فضا آنچنان که مشاهده می‌فرمایید در این تل و تپه های این دیار خوشمنظر، دامنه کوههای ناحیه خاولین ببینید عجب دیار زیبا هست. در فصل بهاران چگونه کوهها تل و تپه های آن سبز پوش هستند این دیار خوشمنظر و در ناحیه خاولینگ موضع‌های زیادی تاریخی، فرهنگی و طبیعی موجود است که دقت هر یک سیاح را به خود جلب می‌نماید. حسن منظره و باغستان‌ها، چشمه‌ساران، شکوه چیلچنار، ممنوگاه حضرت سلطان اویس قرنی، خواجه ایوب انصاری و امثال اینها ده ها موضع‌های تاریخی دیگر هستند که واقعا توجه سیاحان را به خود جلب می‌کنند. به همین ترتیب با شماره 4 اسب سمند خطلانی بود که نخستین شده به خط پایان رسید و او در مدت 2 دقیقه و 39 ثانیه مسافه معین شده را پیمود و زینه اول را گرفت. زینه دوم را باشد اسب با تخلص استانبول زینه دوم را اشغال کرد و اهل دین گلمراد او را اداره میکرد و با شماره 6 اسب با تخلص رقم 1 بود که متاسفانه اینجا رقم 1 نشد و او زینه سیوم را اشغال کرد و تحفه های تأسیس نموده وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان دستن در کاران مسابقات به غالبان تقدیم می شود و واقعا مسابقاتی که از سوی دولت مردان دیار تأسیس داده شد، به نمایش گذاشته شد، واقعا یک مسابقاتی که بار اول در شهرستان ها، در ناحیه ها میبینیم که چگونه با شکوه و جلال برگزار میگردد. با پایگاه بعدی توجه میکنیم دوستان عزیز، جایی که باز 6 اسب دیگر رقابت میکند با شماره 1 ناموسی بدک، با شماره 2 پیکان، با شماره 3 مینگ، با شماره 4 پایتخت، با شماره 5 راکت، با شماره 6 مرسدس در حال رقابت کردن هستند. این هم همان مسافه 200-300 متری پایگاه بود که پیموده شد و این هم قسمتی میانه رقابت است که روی تصویر نزدیکتر میبینیم و پیشتازی اسب شماره 1 ناموس بدک را هم مشاهده میکنیم، او را تعقیب میکند اسب با شماره 4 پایتخت و احتمال میرود که این دو به خط پایانی 1 و 2 شده برسند و به همین ترتیب این هم قسمت پایانی مره هست و به خط پایان هم نزدیک میشوند. بیشتر از تصاویر فضایی یا از همان نوارهای کاپتر
مشاهده میکنیم دوستان عزیز. و بالاخره این مهراب قربانوف بود که ناموس بدک رو ماهرانه اداره کرد و او نخستین شده مسافه 2000 متر پیمود و زینه اول رو اشغال کرد در 2 دقیقه و 54 ثانیه. تصاویر آهسته را هم مشاهده می‌فرمایید دوستان عزیز. این هم اسب با تخلص ناموسی بدک با شماره 4 پایتخت بود که زینه دوم رو اشغال کرد با شماره 6 مرسدس. این اسب که روی تصویر نزدیک هم در تصاویر آهسته مشاهده کردید، محمد رحمتوف او رو اداره میکرد. رسمی تقدیم جوایز یا مراسم جایزه سپاری است دوستان عزیز، جایی که به غالبان تحفه های تأسیس نموده تقدیم می شود. یخدان، تفدان، تلویزور و امثال این. همچنین مکافات های پولی نیز به غالبان تقدیم کرده شد و شاه جایزه اشتر، اسب و امثال این دیگر جایزه هایی که واقعا به غالبان خیلی خوشایند است. با پایگاه 6 توجه میکنیم دوستان عزیز. در پایگاه 6 هم 6 اسب قرار است که رقابت کند با شماره 1 کبرا، با شماره 2 جرم، با شماره 3 قزیل، با شماره 4 کرنگ، با شماره 5 تروغ، با شماره 6 فروغ سربلند. بر رقابت آغاز کردند. این هم تک آغاز است، یعنی همان آغاز رقابت یا استارت. از تصاویر نزدیک میبینیم که چگونه در همان لحظه های اول پیشتازی بر جانب کبرا هست و بعدا او را با فاصله نچندان زیاد تعقیب میکند اسب با تخلص جرن، همچنین تروغ. اما این آغاز کار است. در ورزش هر اتفاق افتیدنش ممکن است، شاید تغییرات هم بشود در ادامه و موضع های زیبا تل و تپه در دامنه کوههای ناحیه خوالینگ رو میبینید. در پس منظر یا در حاشیه این مسابقات جمهوریوی اسب دوانی یا پایگاه که در این مکان جذاب و دیدنی ناحیه خوالینگ برگزار می شود. ناحیه خوالینگ دارای ترمینال مسافرکشانی، مهمانخانه، بازار و مغازه ها، انشاءات فرهنگی و معیشی و دیگر شرایط های ضروری می باشد. واقعا برای سیاحان خیلی مهم هستند. و ناحیه خوالینگ دارای 5 جماعت است که در صورت فرصت دست دادن برای شما خواهم گفت. و اینجا در پایگاه 6 آنچنان که مشاهده فرمودیم دوستان عزیز، اسب با تخلص تروغ که او را پرویز سعید احمدوف اداره میکرد نخستین شده به خط پایان رسید با شماره 1 اسب امیدجان بنیامین امیدجان بود که دومین شده به خط پایان رسید. شماره 4 نیز زینه 4 رو اشغال کرد. شماره 2 اسب با تخلص جرن زینه 3 رو اشغال کرد. به همین ترتیب دوستان عزیز مسافه معین شده که میان اسب های ذات اصیل تاجیکی برگزار شد. بهترین نتیجه را اسب با تخلص تروغ نشان داد. او زینه اول رو گرفت. نتیجه نشان داده او 3 دقیقه و 8 و 35 ثانیه رو تشکیل میداد. و با پایگاه آخر توجه میکنیم دوستان عزیز، جایی که برای به دست آوردن شاه جایزه رقابت بشود. اینجا نیز 6 اسب هنرنمایی میکنند. یکی از بهترین اسب‌ها که آن را مدعی میدانند برای رسیدن به برای به دست آوردن شاه جایزه آن اسب با تخلص ناموس هست. رقابت آغاز می شود. صدای همون تیری آغاز بخش هم شنیده شد یا همون صدای تفنگ که آغاز می بخشید به این رقابت. یادآور میشم که ناموس با شماره 1، جرنی قشقر با شماره 2، جرم با شماره 3، کرم با شماره 4، سیاه با شماره 5 و تروغ با شماره 6 در حال رقابت کردن هستند. و همچنین اسب با تخلص براق. و اینها همان بهترین اسب‌های هستند که گفتیم در رقابت‌های گذشته اشتراک کرده بودند و دستن در کاران مسابقات گفتند که برای به دست آوردن شاه جایزه، یعنی یک بار دیگر آنهایی که مغلوب هم شدند یعنی شانس دادند تا رقابت کنند. و پایگاه 6 هست دوستان عزیز، جایی که مشاهده فرمودیم این اسبی که همکنون به خط پایان رسید
اسب با تخلص دروغ بود با شماره 5 رقابت میکرد با شماره 1 اسب بنیامین امیدجان بود که زینه دوم را اشغال کرد با شماره دوم اسب با تخلص جرن زینه سوم را اشغال کرد و شخصیت های تاثیرگذار در رشد ساحه اسب سواری در ناحیه به غالبان تحفه ها را تقدیم نمودند و این هم غالبه که در پایگاه ششم ماهرانه هنرنمایی کرد. و اکنون دوستان عزیز می رویم بر رقابت شاه جایزه، جایی که قبلا هم یادآور شدم دستاندرکاران شانس دادن برای آنهایی که اختیارا می توانند در اینجا نامنویس شوند و آنهایی که یعنی دعوای چمپیونی دارند برای به دست آوردن شاه جایزه. شاه جایزه همونطور که گفتیم اشتر و اونی که زینه دوم رو اشغال میکند باز یک اسب و دیگر جایزه های واقعا با ارزش برای غالبان مقرر شده است و واقعا دستاندرکاران این مسابقات خیلی لطف کردند، توجه کردند و این هم به واسطه در رشد ساحه اسب سواری، در رشد ساحه اسب پروری و همچنین این مسابقات استوانی که یکی از قدیمترین مسابقات سنتی تاجیکان به شمار می رود سهم نظر است بگذارند. قسمت نصف مره هست در رقابت برای به دست آوردن شاه جایزه دوستان عزیز و در پایان همانطور که مشاهده می‌فرمایید اسب با تخلص ناموس با شماره 1 بود، او را شهاب الدین حسنوف اداره می‌کرد و او موقع یکم را اشغال کرد. روی تصویر نزدیک یک بار دیگر مشاهده می‌کنیم دوستان عزیز چگونه ماهرانه شهاب الدین او را کنترل می‌کرد. با شماره 6 اسب ترغ بود زینه دوم را اشغال کرد و با شماره 4 اسب کران از مهراب سفروف بود که زینه سوم رو اشغال کرد. به همین ترتیب دوستان عزیز یک رقابت جذاب بود دیدنی، یک مسابقاتی که واقعا انگیزه میبخشد برای رشد ساحه اسب پروری. همچنین این مسابقات جذاب بود دیدنی در منطقه ها، در ناحیه های خوشمزه. به همین ترتیب به غالبان همونطور که گفتم اشتر و اسب و دیگر تحفه های واقعا قیمت ارزش تقدیم کرده شد از سوی دستاندرکاران مسابقات و این هم غالب مسابقات بود که روی تصویر نزدیک مشاهده کردیم. به همین ترتیب دوستان عزیز دستاندرکاران بخش ثبت این مسابقات که از بخش از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و شبکه تلویزیونی ورزش بودند. با پایان رسیدن این گزارش دوستان عزیز به همه شما آغاز خوش را تمنا میکنم تا دیدار بعدی در این گونه مسابقات جذاب و دیدنی دیار. روز و روزگار بر همه شما خوش.